اگر اضطراب دارید حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید، چون تو این فایل آموزشی میخوام به شما یاد بدم که ریشه های اضطرابتون رو شناسایی بکنید و حتما براش کاری انجام بدید. احتمالاً توی اینترنت کتاب‌ها جاهای مختلف مقالات ویدیوهای زیادی دیدید که چطور میشه روی اضطراب کار کرد و برخیشون هم شاید یه کوچولو کمکی کرده اما در بلند مدت نتیجه نداده، به خاطر اینکه اضطراب آدم‌ها میتونه ریشه هاش با هم بسیار متفاوت باشه و یک پیشنهاد درمانی، یک پیشنهاد آموزشی توی اینترنت نمیتونه مناسب همه شما باشه و تا اون ریشه یابی درست صورت نگیره ما نمیتونیم برای اضطراب اون کاری بکنیم. چرا اینقدر ریشه یابی مهمه؟ میخوام یه مثال براتون بزنم. فرض کنید شما میرید پیش یک کسی که حالا خیلی هم متخصص نیست، آزمایشتون رو بردید، این یه فاکتورایی رو نگاه میکنه، میگه او وضعیت کلیه اینطوریه، او وضعیت نمیدونم قلبت اینجوریه، چربی خونت اینطوریه و شما خیلی اضطراب میگیری که ای وای نکنه بمیرم، سکته نکنم، اتفاقی برام نیفته. اما یک وقت متخصص میگیری و او شروع میکنه تمام فاکتورها رو مقایسه با هم دیگه چک کردن و میتونه بفهمه که این مسئله شما به اون مسئله ربط داره، اون مسئله به این مسئله ربط داره و نهایتش با یه رژیم غذایی و یک مراقبت 1-2 ماهه وضعیت شما برمیگرده به وضعیت سلامت جسمی. یه 2 تا قرص میخواد. چه اتفاقی افتاد؟ اول که یک فردی یک داده غلطی به ما داد ما مضطرب شدیم، اما وقتی یک متخصص اومد اون داده ها رو درست کرد اضطرابمون از بین رفت. در زندگی در کودکی خیلی وقتا به ما داده های غلطی دادن، تجارب ناگواری رو داشتیم که همونها باعث شده که اضطراب ما در یک فرایند زمانی همچنان با اون باشه و حتی گاهی وقتی بزرگتر میشیم یک ترس‌های بیشتر میشه، جدی‌تر میشه و اضطراب ما هم به تبع پررنگتر و آزاردهنده تر میشه. من میخوام چند تا مثال براتون از طرحواره‌های مختلف بزنم. هر موقع اضطراب گرفتید این بسیار بسیار مهمه که اول فکر کنید، تمرکز بکنید، ذهن آگاه بشید، جنس اون اضطراب، افکاری که تو ذهنتون داره میچرخه چیه، چون تا ریشه اضطراب رو بلد نباشیم نمیتونیم احتمالاً براش کاری بکنیم. یا آدمایی هستن اضطرابشون از جنس از دست دادنه، نکنه همسرم رو از دست بدم، نکنه عزیزانم رو از دست بدم، نکنه ترکم بکنن، میشه طرحواره رهاشدگی. یا آدم‌های جنس اضطرابشون اینه که نکنه طرف مقابل به آسیب بزنه، نکنه خیانت بکنه، نکنه تلافی بکنه، جنس اضطرابشون میشه بی‌اعتمادی. یا آدم‌های جنس اضطرابشون اینه که آیا طرف مقابل منو درک خواهد کرد، آیا من رو میشنوه، آیا حواسش به من هست، نیازهای عاطفی برآورده میشه، جنس اضطراب میشه محرومیت هیجانی. یا آدم‌های ممکنه مدام درگیر این طرز اضطراب باشن که نکنه دیگران قضاوتشون کنن، نکنه دیگران دارن راجبشون حرف میزنن، نکنه دارن مقایسهشون میکنن، این میشه نقص و شر. یا مثلا یا آدمایی هستن تو جمع مضطرب میشن. چرا؟ مهارت‌های ارتباط با جمع رو بلد نیستن، درگیر طرحواره انزوای اجتماعی هستن، توی جمع چون احساس تعلق نمی‌کنن مضطرب میشن، حالشون بد میشه. یا آدمایی اضطرابشون به خاطر اینه که نکنه از پس انجام یه کاری بر نیان، نکنه خراب کنن، نکنه تنهایی نتونن، اینا میشن طرحواره وابستگی. یا آدمای جنس اضطرابشون به خاطر اینه که نکنه مریض شم، نکنه یه فاجعه‌ای در راه باشه، نکنه یه اتفاق خطرناکی بیفته از پسش بر نیان، میشه آسیب پذیری نسبت به ضرر یا بیماری. یا آدم‌هایی ترس از مستقل شدن دارن، خیلی ذوب در والدینن، احساسشون اینه که اگر مامانم اون رشته درسی که به من گفته بود بخونم نخونم خیلی آدم بدیم، مضطرب میشه. احساسش اینه که اگر من یه مسافرتی برم 2 روز مامانم تنها بمونه دلش میشکنه، مضطرب میشه. خب میشه طرحواره خود تحول نیافته یا گرفتار. یا آدم‌های ممکنه اضطرابشون به خاطر طرحواره اطاعت باشه، ایثار باشه، همش درگیر اینن که دیگران رو راضی بکنن، همش دنبال اینن که از خودشون بگذرن، برای اینکه آدم خوبی باشن، دوست داشتنی باشن، به دیگران سرویس بدن. طبیعیه که ما هیچ موقع همه رو نمیتونیم راضی نگه داریم، هیچ موقع نمیتونیم همه رو خوشحال نگه داریم.
پس احتمالاً یک اضطرابی رو همش تجربه خواهیم کرد که این ناراحت نشه، اون گله‌مند نشه، اون اذیت نشه. یا آدم‌های اضطرابشون میتونه برای پذیرش‌جویی و جلب توجه باشه، خیلی آدر فوکوسن، یعنی به جای اینکه عقربه ارزش‌هاشون درونی تنظیم بشه که از زندگی چی میخوان، همش درگیر اینن که مردم کجا تعریف و تمجید میکنن کجا نمیکنن. یه کاری رو انجام میدن، 2 نفر میگن دمت گرم، 2 نفر که ردش میکنن این اضطراب میگیره، نکنه این کاری یا تصمیمی که من بعد تو زندگی میگرفتم نبود. دوباره یه جای دیگه یه تصمیم کاری میگیره، 2 نفر میگن دمت گرم، 2 نفر ردش میکنن، میگه نکنه من اشتباه فکر کردم. عقربه انگار بر اساس حرف دیگران تنظیم میشه، نه بر اساس اون ارزش‌های درونی خودن. یا آدمای خیلی اضطراب نسبت به آینده دارن، بدبخت نشیم، بیچاره نشیم، این چه کشوریه، نمیدونم جنگ میشه. حالا اوکی نمیخوام اینجا خیلی چالش بکنم، اما اگر این اضطراب اونقدر زیاده که باعث شده من یه ابعادی از زندگیم تعطیل بشه، میتونه طرحواره منفی‌گرایی باشه. یا آدمایی وقتی یه نیازی دارن، وقتی هیجانی میشن، میخوان یه جای خندهشون ابراز کنن، یه جا غمشون میاد بالا، میخوان اشک بریزن، مضطرب میشن، کسی هیجانات منو نبینه، نکنن فکر کنن آسیب پذیرم یا نمیتونم جلو خودمو بگیرم، مثلا میشه طرحواره بازداری هیجانی. یا یه آدم‌های مدام دنبال اینن بهترین باشن، پرفکت باشن، عالی باشن، کوچکترین ایرادی از کارشون در نیاد، نکنه یه گوشه لباسشون خراب باشه، نکنه یه غلط املایی داشته باشن، وای دیگران راجع به من چی میگن. خب میشه طرحواره معیارهای سرسخت داره. پس دیدید که اضطراب این کلمه کلی ساده است، هم سرچ بزنید توی اینترنت چطور اضطراب خودم رو مدیریت بکنم، بعد یه مقدار دقیق تر بهش نگاه میکنی میبینی نه، قصه انگار فقط اضطراب نیست، قصه دنیایی از ریشه هایی که زیر اون اضطرابه و تا کشف نشه و تا درمان نشه تو نمیتونی برای اون اضطراب کاری بکنه. مثال درمانیش هم زدم ها، اینکه یک درمانگری حالا به تو کمک بکنه بفهمی در کدام خاطره از کودکی، در کدام پیامی که از والد شنیدی تو فقط باید 20 بشی ها، یا اگر ناراحتمون بکنی رهات میکنیم، باید قهر میکنیم و این پیاما انگار یک جایی از ذهن من مونده، باورش کردم و تمام تجارب بعدی زندگیم رو بر اساس اون تنظیم کردم. یک درمانگر خوب بتونه این رو شناسایی بکنه و البته قدم به قدم راه حل هایی داره که میشه برای مدیریت این اضطراب، تعدیلش و شفاش کاری کرد. اگر فرصت بکنم حتما راجبش ویدیو ضبط بکنم. تا انتها همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتین و دلتون میخواد آدمای بیشتری ببینن، حتما از ما حمایت بکنید، لایک، کامنت، سابسکرایب کردن، زنگوله رو فعال کردن برای ویدیوهای بعدی و ممنون از این که همراه من هستید.